یه تنظیم موتور سرویس اساسی داریم. این وضعیت داخل رانرها هست. شمع وایر و کویل رو باید تست کنیم، شمع باید عوض کنیم. اینم رانرها. به 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 تک تک سوزن ها تست میشه، شستشو میشه. این باید بره برای قطعه شویی. این دست و اینا به این راحتی تمیز نمیشه. میره قطعه شویی ببینید درست میشه یا نه. این هم وضعیت دریچه گاز. یه سرویس اساسی داره میشه. بریم ببینیم به کجا میرسه.